درود بر همه. امروز یه چیزی جالبی دیدم، گفتم بد نیست شما هم ببینید. این ماشینا که الان میبینید از رده خارج شدن و دارن میرن برای ذوب شدن و آب شدن. یه روزی سلطان جاده های ایران بودن و آرزوی اکثر خانواده های ایران، اما دیگه الان به درد نمیخوره. میدونی چی میگن؟ انسان هم همین مثل اینا، اگه زور داری، اگه پول داری، اگه هنرمندی، ورزشکاری، خوش تیپی، خوشگلی، زیاد خودتا جدی نگی، یه روزی از رده خارج میشی. تازه اینا وقتی از رده خارج شدن به یه دردی میخورن، ولی ما وقتی از رده خارج بشیم عزیزترین کسامون آرزوی مرگمون هم میکنن. وقتی هم بمیریم عزیزترین کسامون دیگه حتی نمیان دست بهمون بزنن. پس یه چیز یادگار خوب تو این دنیا گذشت. یا حق.